به این 2 نفر نگاه کن. همسنن ولی زندگیشون زمین تا آسمون فرق داره. یکی قویه، سرحال، پر از انرژیه. اون یکی شلوول به نظر میاد، خسته و ضعیفه. چرا؟ یکی تستوسترونش بالاست، اون یکی هورموناش داغونه. استروژنش بالاست، تستوسترونش پایینه. و قسمت ترسناک ماجرا اینه که امروز بیشتر مردا دارن یواش یواش تبدیل میشن به همون نفر دوم. امروز بهت میگم چی داره بی صدا هر روز تستوسترونت رو میکشه و دقیقاً چطور قبل از اینکه دیر بشه درستش کنی. بریم شروع کنیم. اول حذف BPA. BPA یه ماده شیمیاییه که تو پلاستیکه. علم نشون داده BPA تستوسترون رو کم میکنه و استروژن رو تو بدنت میبره بالا. حالا یه لحظه فکر کن. روزانه چقدر با پلاستیک سر و کار داری؟ آب رو از بطری پلاستیکی میخوری، غذا تو پلاستیک بسته‌بندی شده، غذا رو تو ظرف پلاستیکی نگه میداری. حتی خریدای سوپرمارکتی و تنقلات هم تو پلاستیکن. پلاستیک همه جاست. حقیقت اینه که نمیتونی کلاً پلاستیک رو از زندگیت حذف کنی. هم گرونه هم غیر واقعیه. پس به جاش هوشمندانه کمترش کن. چی کار کنی؟ هر وقت غذایی خریدی که تو پلاستیک بسته‌بندی شده، بشورش و بعد بریزش تو ظرف شیشه‌ای یا استیل. برای آب هم همین قانون. آب رو تو بطری پلاستیکی نگه ندار. از بطری شیشه‌ای یا استیل استفاده کن. همین تغییرای کوچیک باعث میشه BPA کمتری وارد بدنت بشه. وقتی BPA میاد پایین، استروژن کم میشه و تستوسترون خود به خود بهتر میشه. لازم نیست کارای افراطی کنی. فقط هر جا میتونی پلاستیک رو کمتر کن، هورمون‌هات ازت تشکر میکنن. یادت باشه نمیتونیم استروژن رو کلاً حذف کنیم، فقط میتونیم کمش کنیم. دوم، تغذیه. اگه میخوای استروژن رو بیاری پایین، اولین کار اینه که سویا و تخم کتان رو بذاری کنار. چیزایی مثل سویا، توفو، شیر سویا و تخم کتان پر از استروژن گیاهی‌ان و تو مردا استروژن رو بالا میبرن. به جاش برو سراغ غذاهای پرفیبر. فیبر کمک میکنه بدنت استروژن اضافی رو از راه گوارش دفع کنه. چیزایی مثل عدس، نخود، لوبیا، آووکادو. اینا استروژن رو تمیز میکنن، نه اینکه اضافه کنن. یه نکته خیلی مهم. شروع کن DIM بخور. اسم کاملش دی ایندول متانه. DIM کمک میکنه کبدت استروژن رو درست و اصولی سمزدایی کنه. DIM به طور طبیعی تو سبزیجات چلیپایی پیدا میشه، مثل بروکلی، کلم، تربچه، شلغم. اینا رو مرتب بخور. کمک میکنن استروژن سالم و بی خطر از بدن دفع بشه. پس خلاصه غذاهای پر استروژن رو قطع کن، فیبر و سبزیجات چلیپایی بخور، هورمون‌هات کم کم خودشون بالانس میشن. سوم، بیشتر عرق کن. این بخش فوق‌العاده مهمه ولی بیشتر آدما بیخیالش میشن. وقتی چربی بدنت بالاتره، یه آنزیم به اسم آروماتاز هم بیشتر میشه. این آنزیم تستوسترون رو تبدیل میکنه به استروژن. یعنی هر چی چربی بیشتر، تستوسترون کمتر. به خاطر همینه که خیلیا خسته‌ان، شلن و بی انرژی‌ان. پس مشکل فقط غذا نیست، چربی اضافه است که داره هورموناتو به هم میریزه. راه حل ساده است. چربی کم کن و بیشتر عرق کن. وقتی عرق میکنی، بدنت استروژن اضافی رو دفع میکنه. وقتی چربی میاد پایین، فعالیت آروماتاز هم کم میشه. چی کار کنی؟ دوهای سرعتی انجام بده. دوهای کوتاه و سریع تستوسترون رو طبیعی بالا میبرن. تانب بزن. چربی رو سریع میسوزونه و حسابی عرق میریزی. یا کلاً برو باشگاه و منظم تمرین کن. تمرین عجیب غریب نمیخواد. فقط بدنت رو حرکت بده، ضربان قلبت رو ببر بالا و هر روز عرق کن. هرچی بیشتر عرق کنی، استروژن بیشتری دفع میشه و تستوسترون طبیعی شروع میکنه بهتر شدن. خب اینا عادتهایی بودن که بی صدا داشتن تستوسترونت رو میکشتن و راه درست کردنشون. اگه میخوای تناسب اندام خوب و توسعه فردی عالی داشته باشه، حتما چنل رو ساب کن.